تو رو یک بار کشتم باز برگشتی این دفعه کشته جسدت رو سوزانده به دریای گنگ میپرتایم دیگر آمده نمیتوانی از برای خدا مرا نمیشه نه نرو رهایم کن زهرا ماما کس از قفای ما بی اکا مکان سخرا در همینجاست من این سخرات را پرانه چی گپ شد؟ سردار канони девона боз ба макони мо ҳамла кард. کنون رفتیم کارش رو تمام کنیم این رو بعدا میکشیم تو همین جای ایست کنونی دیوانه اینجا بودن این کلتکل از رو چی فهمی؟ با کلتکل ستان سر را گرم کرده کلاس کجا شد؟ همینجا بود اکا رفته او رو دستگیر کنید رفته тоқи охири амборро аз назар нагузарондем. انیق آنجاست دیگر کجا می رود؟ خطا نکنید با دقت باشید این آدم کجا شد؟ خواهد زنکا؟ به خدا زند رفتیم کلاس را از دست ندهید زیرا سردار کلتکل از کنه خدا لعنت کند سردار پلیس ها آمده جمع شوید برویم میگوریزم تشکیل کنه این سگها را جمع شوید میروید از پاسشان روید دوید گفتم رها کن مرا دستت رو گیر سرد مرا ака ин духтар аз амбор ёфтем
ابله تو چی کار کردی شده ها؟ چی میزنی آکا؟ با طرف ایزن سلاح میبردارن مگر خانم میلیس بخشش میپرسم احمد کجاست؟ با اون چی کردی؟ احمد گفتی؟ احمد کیست؟ بچه امکی او هسته ها؟ ملیس تو با من دروغ گفتی ها؟ از پشت تو شده زیا رو از دست دادن. جناب کنان خانم زهرا جناب کنان زیا رو دیدید؟ زیا گفتید؟ کدام زیا؟ شما حاضر درباره خدا رحمتی زیا گفته ایستاده اید؟ زیا زنده است. چی میگوید؟ هیچ کس از جاش نجو با دستو به بالا نمیت آمد همین نمیرسید تو از کجا بار آمدی چار چشمه؟ خانم ملیس خانم زورو کنانی دیوونه نمکی به نمک شرفی به شرف لیوید؟ بله منم اما مرده شما دایدی چکار میکنید؟ احمد خوب هستی؟ این کار ساخته از کجا پیدا شد؟ منم میدونم خوبم ولی بسرم چه هایی که نه از دستی آنها رها یافتی؟ رها یافتم تو از کجا میدونی؟ تو را دستگیر کردن من دیدم. دیدی؟ خدایا چه خیلی؟ احمد اینها رو یک طرف مون در کجایی؟ خوب هستی؟ به تشویش جایم امن است به شرف ها تلفنم را گرفتن از تکسفان زنگ زده ایستادم حاضر به پلیس رفته شکایت میکنم احمد به شعبه پلیس نرو. احمد تمام بعدم به تو زنگ میزنم تو بازدی خانم ملیس خانم زورو اینجا بسیار خطرناک است بیاید من شما رو به خانهاتون میبرم ای دست این نمکی به نمکی کنان دیوانه هر کار میاد رفتیم بیا ملیس ما کیا گفتیستم رفتیم سیلاتا بجا کن نمیگ اگر یک بار دیگر من در اینجا شما رو بینم بچه بچه بردن چونان میزنم که یکان جور آباد تا نمیمانم فهمیدی کنانی به عقل او این چی خیل ترسی گپ زنیست ها؟ او چی خیل گپ میزنن؟ او با اینها گپ زدن رو نمی آموزانند ای خیالت ها برای رفتیم بیا نسبت سفراتی بیشرف شکایت کنم از او خلاص شوم اصلا نسبت کلتکیلاس شکایت کردن در کلیک او مرده است مرده بلا را به سر من گذاشته رفته است سلام جناب پلیس علیکم سلام یک شکایت داشتم بگویید میلیس تو در آن انبار چیکار داشتی بگو ای بابا جان چند بار به شما گویم برای واخوری با احمد رفته بودم راهم را گم کردم صدای سلاح رو شنیده در حال به پلیس زنگ زده بودم. دروغ میگوید بابا با احمد نیو بازی ها میخورده است اما سقرا زیا را از دست داد اهمیت نده ملیس جان از رشک زیاد این خیل میکنم البته که تو جوانی زیبا رو یافته ای از حسد دیلش تپ 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 زده ایستاده است این باشد حالو هم از پشت شوهری مرده اش است خاموش کلین خاموش دمت را گیر ملیس آخرین بار میپرسم در آن انبار چیکار میکردی بابا جان کافیست اکنون من بسیار خسته شدم از زهرا و گپ‌های دروغی بافته او خسته شدم خواب دارم من خواب میکنم شب بخیر خوابای شیرین خوابا این دیست که عزیزم گریز حتما زیا رو میابم باورم نمی آیده حالو هم زیا میگوید زیا گفتی؟ بله اکای اونال هم اومد همه دیگر میشود و زیا گفت یزمه زهرا سر دارم میبخشید اکه اونال شما در اینجا چکار میکنی خوش میکن زودتر اجرابت که همه بابا اکنم سنیپر شما میگره طرف یگان تیر خول میکنه یگان واقع در گرفتار میشه اونال رو من دعوت کردم چی گفتی؟ خوش آمدی اونال خوش باشه جناب اکرم مرحمت چی تشکر زیاد ای بخدا شما اشتی کرده مبارک شود
اکیاندر خوش آمدی خانه بابا اکنم خانه خسرت خوش آمدی مانده نباشه شکر زیاد خواهش شکایتمون رو کردیم آماده شدم تمام تنها مهری دستم رو باید تازه کنم اونال مسئله کلتکیلاس چی شد؟ تو هم بعضن او رو هر جا میبینی میگویند به فکرت احتمال است که کلتکیلاس زنده است جناب اکرم شوخی کرده سادید کلتکیلاس مرد از این 1 سال گذشت این را شما هم خوب میدانید این گپ رو تو گفته ایستاده؟ البته من یعنی این خیلی نمیشود شما فکر میکنید که او زنده است؟ جناب اکرم من یک دکتر خوب رو میشناسم باید با او واخوره یزنا جان لطفاً زیا رو از دست زهرا نجات دهید لطفاً زهرا از برای خدا این خیل نکن این خیل نگو کلتکیلاس مرد دخترم سخرات او رو چی خیل دستگیر میکنن یزنا نمرده است زنده است و میلیس او رو از ما پنهان کرده است زهرا جان جانم بین پیشتر با بابایت هم گفتم یک دختری خوب را میشناسم نزدش رفت حتی با بابایت یک جای روید چی خیلی دختری از نه؟ پسیخولوگ اونا را سوز میکنه گناهی من این است که مثل تو بر این را بنزدم جیغ زده صحبت کردم زود از خانه برا جناب اکرم من زاری خانه شما نیستم مرا شما جیغ زدید من اومدم خوب میروم اما حتما نزد دختری که گفتم روید بینید من نجات یافتم خوب شدم و از این خیالات بافته کلتکیلاس خلاص شدم بالام گپ میزند زود از خانه رو زود باش تمام گرفته بر این را اکیاندر التماس بیایم اینجا بریم سرمون در بالون نمونیم فکر خودتون نکنید فکر منم کنید ما از اینکه تو داره بالام گپ زده ایستادن دف شوید روید از خانه هم زود روید خوب شوید عصبی نشوید بابا جان تمام بابا جان آروم باشه جان من لطفاً بیایید جانکی من تمام رفتن خوب هستید آکا رسم زیبا داشته چرا او رو تازه کنه؟ چه زیبا یک مهری عادی است تازه کنید رود تمام پس برای چی کشیدی اکا؟ از کجا میدونم میدونستم میکشیدم مگر با جایش چه خیلی رسم کشم اکا؟ شیر، پلنگ، روباه، مرغ تو چه ها میگویم برادر با آبرو و وضعیت ما این خیلی چیزها نمیزیبد اکا شما چیکاره هستید؟ استاد دین و اخلاق هستم این خیلی باشه چرا رسم کشیدید گناه نیست مگر؟ برادر این برای من گناه است و برای تو نه باز از این کار پول کار میکنی گپ رو کم کن و تازه کن تمام مایل شکر خیریتی از این مهر هم خلاص شدم این زاغ سیاه دامرازیا به خیر است از همه بعد کلتکیلاسش بود با اون دیوار چی خیلی میستی کلتکیلاس برمدم ها از راستی کلتکیلاس نی من استادم آشخونه چی هم مرا کلتکیلاس گفته داد زد به خدا کمی هوش بر سرم داشتم آن رو هم از سرم گرفتم والله گرفتم بالله گرفتم یا خدایا من چیکار کنم من انشالله دستگیر نکردن احمد رو این روز چه روز بودن احمد برای چی نامزدی من رو آغوش کرده ای؟ کدام نامزده؟ شما کی هستید؟ مرا به اینجا دعوت کردید پس یگان چیزی مهم است
از اون آدمی که شما سپارش دادید ما معلومات پیدا کردیم. نه؟ چی بود است؟ بالای جان مردم شاگردی زهاک سقراط از پس او بوده است. سقراط؟ بله. سقراط. شما کی هستید؟ این خیلی نکن برادر. اویو نمیشناسی؟ یک بار به خونه اومدیم. در چند بیخبر اومدیم. زفر نکند که ما رو با جای نادرستی آورده باشی. نه عزیزم، این از قشلاق همون است. احمد است. کمی شوخی کرده ایستاده است. خیلی شوخی ها؟ از کدام قشلاق همان؟ نمیدونم از کدام قشلاق هم؟ دیدی عزیزم، از کدام قشلاق بودنش رو از ما میپرسد. با تو نگفته بودم که شوخی میکنن. چه خیلی شوخی برادر، چه خیلی شوخی میکنم. شما با این خانه چه خیلی در آمدید؟ با کلید؟ چی؟ با کلید؟ البته با کلید. با چی میشو دیگه؟ و تو چی شده؟ خوب هستی؟ احمد چرا چونی نگاه داری؟ و خودت به من کلید دادی گفتی که کی خواهی بیو؟ من دادم کلید رو؟ دوست باشدی شاید هم قشلاقی هم باشد. شاید حافظم رو از دست داده این خونکرو رو در یاد ندارم. همشهری تو خوب هستی؟ تو منو نشناختی؟ یک جای کلان شدیم اخیر؟ بچه گومش کن. نه. چی نه؟ البته که نصف شب به خانه در آمدم، حیران شدم شما را دیده، هوشم پریشان شد. از برای خدا ببخشید، مرا معذرت میخواهم. خوش آمدید نمیگویی؟ خوش آمدید. در نزد ینگت مرا شرمنده کردی. ینگ بخشش میپرسم. از راستی من حیران شدم، در نصف شب شما را دیدم پریشان شدم. هیچ گپ نی، همش خوب است. استغفرالله. آدمی که سقراط از دست داده است با کلتکیلاس چه رابطه‌ای دارد؟ سقراط هم از پس کلتکیلاس بوده است. خیر. اویله گلسوم رو به من ندادن، من رو دزدیدم. گلسوم؟ نصیب باشد میگیرمش. از قشلاقی بالا دزدیدم. یک لحظه من نفهمیدم. تو گلسوم رو چه خیلی دزدیدم؟ اکهایش از پس هم بودن. در قشلاق مونده نتوانستیم، به اینجا آمدیم. خدا زده، اکهایش به اینجا آیند چیکار میکنی؟ نترس، نمی آیند. تا اونها آمده میرسند که ما رفته به قشلاق همون میرسیم. مجبورند که تکلیف ما را قبول کنند. خیر، پگاه سحر باز با پورگی میفهمونم. ما رفته خواب رویم. رفتیم جون. شب بخیر. شب بخیر. امشب در جای خوابی تو ما خواب میکنیم. نادرست نفهمی ها؟ تو نیکو نکنیم با خودو که نمیرسیم. چرا نادرست میفهمم؟ وقتی که آمدم یک جای خواب بود. نه اما تو ما رو نادرست فهمیدی. در بینمون بالیش بود کو؟ به من چی که بالیش بود نبود. ما رو یک سو گذار. تو میجگان رو چیکار کردی؟ میجگان؟ تو از کجا میدونی میجگان رو؟ چه خیلی از کجا میدونم؟ همگیری میکردی. میجگان گفته. چیکار کردی؟ نفهمی شد؟ خیر، اینها رو پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. خوابی خوش به تو. خدای توبه، خدای توبه. اینها درست میگویند. هم قشلاقی هایم هستن چی؟ اما چه خیر، هم قشلاقی داشتن باز. کلتکیلاس نبودم، این آدم ها ما را میشناختند. گم شود کلتکیلاس، خدای توبه. ولی من چه خیلی به بالای اون دیوار برآمدم ها؟ نه، برای با دیوار برآمدن کلتکیلاس بودن لازم. احمد شمشک هم میتواند. احمد شمشک هم یک لحظه ایست برادر. اگر دیوار رو من برآمده باشم، از اون درخت خودکک چه خیلی افتادم خدایا، هیچ چیز رو نمیفهمم. اکاونال به عقل خودک فروش گفت که خودک دو ساسیسکا داره. یک ساسیسکا ایبانش دو تا کرده است. لوین، اون آدمی که از سقراط گریخته است دستگیر کردیم؟ نه سردارم، ما رو نیفتیم، اون رو یفت. از دست سقراط نجا یافته، در به امنیت رفته شکایت کرد. نه البته استاد دین و اخلاق بوده است، احمد شمشک. من باید به مکتب رفته با خورو گذارونم. پسرم سقراط با استاد دین و اخلاق چی کار داره؟ با خدا من هم حیرانم سردارم.
امروز بابا خدا همش را میفهمم. مرا هم خبر کن. دویم سازیسکا یافتم. کدام سازیسکا؟ دویم سازیسکای گمشیدگی را. روی دیوانه تو؟ همین سازیسکای توچکی هم با مزه بده است. البته. ای خدا جان کاش که او را دستگیر نکرده باشند. لبای خوشوچه؟ وای من وای رو دیدن میخواستم. این کی است عشقم؟ اگر به نزد احمد آمده باشید حالا اینجا نیست. به خانه نامده بود؟ نه دیشب آمده بود اما صبح بر وقت برآمد. آمده بوده است. شما با او کی میشوید؟ ما نزدیکانش؟ شما چی؟ وای من رفیقش هستم. تشویش شده بودم. رفیقش؟ بله تلفنم رو جواب نمیدهد. به کجا رفته است نمیدونید؟ نه نمیدونم شاید به مکتب رفته باشه. به مکتب؟ واه چه خیلی به مکتب؟ یعنی وای به کدوم مکتب رفته باشد؟ بابا جون حالا هم به من باور نمیکنید؟ این گپا رو یک سو گذار. بین دوگانه نزدیکت انشالله نامزدی دارد. او را نباید تنها گذاری ها؟ رو خودت را آماده کن. رو دخترم. تمام. میلش. جانی من بابا. جانکم. جانی نبیره جانم. من به حجره میروم. میلش. اگر کالتکیلا زنده باشد تو از این خبردار نشده او کشته می شود. دیگر تو را اصلا ناراحت نمی کند. اصلا. به کجا خانم؟ به نزد احمد شمشک آمدم. تشکر میلش. دیگر این خیل نمی شود. باید به او بگویم که کالتکیلاس است. سرش در بلا است. باید بداند. من گفته بودم بچه ها دختری امکی استاد احمد آمد. بله درست اینجا چیکار؟ سلام علیکم دخترک. سلام. سلام. ما شما را در کلوب شبانه در نزد استاد احمد دیده بودیم. ایست تخمین کنم به نزد استاد احمد آمده همه خیل نه؟ احمد در حقیقت استاد شما است؟ بله. بله. احمد شمشک رو میگویم من. البته جانم در این مکتب ما یک استاد احمد است. اون هم باشد استاد دین و اخلاق احمد شمشک. استاد دین گفتید؟ در رسیده مکان این همان مکتب است که رفیق زفر در همینجا استاد است. شما با کجا میروید؟ ایستید با کجا میروید؟ بله رفیق کجا تمرین شده؟ چیزا شاید میآید. تشکری زیاد. ای کودک ها احمد شمشک در کجا است میدونید؟ شما کی هستید؟ چرا او رو جستجو دارید؟ تو خدا کی هستی؟ یک لحظه ایستید. خیلی گپ است. آدمی که شما میکوبید این دختری امکش است. دختری امک؟ یگان مشکلی باشد حل میکنیم. یگان گپ نیست. اینجا بیا. یاری دید مرا سر دید. احمد را گیرا کرد. احمد مرا سر دید. گفتم تو سر دید. مرا با کجا میبره؟ آنها را دیگه اگو. با پولیس هم سر دو رقم ماشین را نویستگید. کودک شو بسیار دراز است. سرخی بعد. دام اینش خیل است؟ اولی جناب. نه نمیزیبد. این بسیاری برد لیچ است. یعنی البته زیبا است و یعنی که پس و پیشش بسیار لیچه. یک باران میشه و شمال میشه خلوکید میزنه بعد
مجبوریم که بعد بریم و دورو بخریم. خودت میدونی که اولی که ما کمای یعنی که عزیز دلم خفه نشم. ما رفته این کرتا رو بدل کن یا کرتای دیگر ببر کن. خیلی نگاه نکن طرفی من این رو پوشم. یه دفع کشم سلین یا کرتای اطلسی توجیکی پوش. ببین بسیاری بد گپ زدی به خودو. اپا جون گپی را گوش نکردم و کرتای اطلسی توجیکی یک دفعه پوشه تمام نکن. معقول نیستم خیلی کرتای میپوشم. خانم زیرا ما را گوش کرد. من به شما گپ دارم. آدمی که سخرات از دست داد ما او را یافته. زیو رو پیدا کرده؟ زیو گفته نه جونم چه علاقه دارد. زیو نه زیو مور بر وقت مور. زیو را اگر بخواید به سر قول زیو را و من به شما دیگه چی را گفتنی هستم خانم زیرا. سخرات به اخلاق استاد دین و اخلاق را دست کرده بوده است و استاد آمده شکایت کرده و هم رقم هایش را مانده است که من به او باید واخورم. استاد دین و اخلاق گفتی همین خیر؟ بله من هم ایران شدم به خدا. نصیب باشد در تیم موسیقی دوگانه عروس شما بشید. پسرم چی شد؟ در کجا بودید؟ بسیار و بسیار ناخوش رخ داد. چی شد؟ استاد آدمانی سلاحدار دختری امکی شما رو بردن. دختری امکم؟ کی هست تو؟ استاد دختری که با او در کلب شبانه بودید. کی برد میلیس؟ جناب احمد من به پلیس خبر دادم. با این رقم زنگ زدیم. نامش کمیسر لوینت است. تلفن کرده رقمش رو داد که با او زنگ زدیم. شد استاد رحمت نتوانید. بردار میگویم. چی صدای بردار میگویم. الو میلیس خوب هستی؟ احمد تو خوب هستی؟ چرا آمده؟ خواهری ما رو ظفری به شرف دزدیده آورد. آنها را در کجا پنهان کرده ای؟ دروغ نگو همش رو میدونیم. ظفری بیناموز خواهری ما رو دزدیده به استانبول آورده است. همه دهه این رو میداند. دختر را رها کنید او علاقه ای نداره. رها میکنیم. خواهرم را گرفته پس رها میکنیم. زود سراغه و مکان. خواهرم رو بیده وگرنه دختری امکت رو میکشیم. وقتی زیاد نداری زودتر باش. شد سراغه را با پیامک میفرستانم به دختر دست نرسانی. منتظرم. ای خاله جان سوزی نغزی. خوبم پسرم ولی تو رفیقی نزدیک استاد احمد ظفر نیستی مگر؟ وقتای زیاد بود که نمی نمودی. بخیر است کدام شمال ها آورد به اینجا؟ ای خاله جان نپور سرم در بلا است. من خانه دور شدم. با همسرم یک جای آمدیم. یگان موله نمی اوید که ما نیکو کند. به نیکو وای کار نمی شود آخیر. کدام کار نمی شود عجبا؟ وای خاله جان میفهمید آخیر اون کار نمی شود. تمام من حاضر رفته ایمان را گرفته می آیم. این کار حل می شود انشاءالله. شد خدا از شما راضی باشه. گلسوم بابا جان میلیس در خانه است؟ نه نیست دخترم. در خانه نیست مگر؟ نیست. به نزد زیو رفته است. دختری من با شوهری ساخته تو چیکار دارد؟ به سر قبرش رفته است مگر؟ در نزدش است. ای دختر جانی من در نزدیک دوست داشته قهرمانش است. با این بچه هیچ شنا شدن نتوانستیم. دعوتش میکردم اما تلفنش خاموش بود. اما پروا نکنید من با خوری تشکیل میکنم. با قهرمانی حقیقی عائله‌مان شناس خواهید شد.
در جای بود آدیست روکوری نکرده خواهرمون رو بده دختر امکت رو بگیر خانی گابزان خواهرم در کجاست؟ خواهرتان در داخل است. توبه کردم خدای افت رو ببین. خواهرتان اینجاست. بلسم ای طرف بیا. کسی که خواهری مرا میدزدد جانش رو میگیرم. آرام ایستا. آنا با شما. گیرید آنها را. گیرید جناب پلیس. رفتیم به شعبه بیاناتتون را گیرم. سلامت باشی برادر. تو بازدید. ای دختر رو احتیاط کن. کدام دختر؟ دستانم رو پوشو. احمد هنگامی که تو رو بردن ترسیدم که دیگر تو رو نمیبینم. دیگر فکر این گپ ها رو نکن. گذشته. خوب هستی؟ تو چرا به امنیت رفتی؟ اگر تو رو دستگیر میکردن چی؟ نه جانم رفته از روی آن سقراط بیشرف شکایت کردم. چرا من رو دستگیر میکردن؟ بیا با داخل درایم. کمی استراحت کن آرام شد. خوب هستی؟ چرا اینقدر سراسیمه هستید نمیفهمم. بعد از نماز هم این کار را بستن ممکن است. نه دوملا این کار را هرچی زودتر باید حل کنیم. وضعیت دیگر خیلی کاری خیر است دوملا. کاری خیر. میدونم این کاری خیر است. چی سراسیمه اید؟ بعد از نماز هم میشود نکاح کردن. احمد جانم چی شد؟ بسیار تشویش شدم. خوب هستی؟ من خوبم. مشکلی نیست. به همه بگو که تشویش نشوند. میلش؟ شکر خدا. تمام. درس رو نگذاشتیم اما شما خوب باشه دیگرش مهم نیست. وای احمد تو در حقیقت استاد هستی؟ چی خیلی یعنی؟ البته استادم. استادی را ساخته می شود. ای نه یعنی تو نمیتوانی استاد شوی. چرا؟ چی خیلی نمیتوانم؟ استاد هستم کن. وای استاد میبودی به من میگفتی؟ تو نپرسیدی؟ نه غیر امکان است نمیتوانی. یا خدایا چی خیلی نمیتوانستم. من استادم. 12 سال شد استادم. چی؟ قهوه بیارم. 12 سال؟ این آدم رو تنها حافظه‌اش از دست نرفته است. خودش رو دیگر آدم فکر میکند. طلبه ها هم او رو استاد گفتن. این 12 سال میگوید. نه نمیشود. من این رو کلتا کلاس بودنش رو باید گویم. سرش در بلاست. احمد به تو باید یک چیزی مهم رو بگویم. البته گوش میکنم. میخوایی که تو رو دوست میدارم بگوید. نه برادر اون مرا نگاه نمیکنه. گپ دیگری دارم. تو رو چرا دزدیدن؟ نپرس. مرا با کلتا کلاس گفتنی شخص مانند میکنن. چه خیلی مانند میکنند؟ چی میدونم نفهمیدم. میگویم که بسیار به او مانند است. مرا مسخره دارد یا در حقیقت کسی دیگری است که مانند کلتا کلاس است؟ این خیل شدنش غیر امکان است. فراموش کردم. با یک کس باید زنگ میزدم.
الو الو جناب لیوند سلام من احمد شمشک از مکتب استاد دین و اخلاق هستم همون معلم امروز مرا پرسیدید به فکرم سلام علیکم جناب احمد من لیوند هستم کمیسر امنیت اولا من از نام خودم و از نام پدر و مادرم شما رو برای از دست سقراط بیشرف خلاص شدنتون تبریک میکنم شما آن جنایتکار دزد پدر لعنت رو دستگیر کردید؟ حضیرش دانه اما شما رو ما مثل لقمه استفاده میبریم سقراط از پس شما میشود و ما او رو دستگیر میکنیم با شما واخوردن هم لازم کمی ببین کی زنو میزند حاضر نمیشود کمی کار دارم ولی ساعتهای 3-4 میتوانم واخورم میشود یکم پرابلم نیست بینم بیگو من با سیرت مرکه نامزدی دارم مگر وقتی همین است بعدی مرکه ما میخوردیم ای سردارم سقراط برای چی از پس یک معلم دین نگشته است من او رو باید دانم کار برای لیوین اولین درجه است کار رو با احساساتم آمیخته نمیکنم تو در حقیقت دیوانه بودی هم مردک تغم دیوانه شد سلام دخترم رفیقی استاد احمد نغم اینجا باشم این همون امامی که من زیر کردم همون نیست؟ این دختر را در کجای من دیدم اما یا خدایا و یادم نمیآید در کجا دیده باشم در داخل است باید هرچی زودتر آنها را نگاه کنیم عجلی میرس خانم کی آمد؟ امامی که زامبی گفته داد میزند نیست مگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان برادر این غیر امکان است دامون چیزی که من میبینم تو هم دیده ایستاده ای؟ دیده ایستادم دیده ایستاده یا زامبی این نگاه نمیشود این زامبی است من این را نگاه نمیکنم این زامبی است دخترم آیله دار نشم گمشم و من نزدیک نشم تو زامبی هستی و من نزدیک نشم گمشم برویم زامبی خدایا کалтакилас шояд аз дасти сухрот наҷот ёфта бошӣ аммо аз дасти ман наҷот намеёбӣ алло боварӣ доред ӯ аст Robin. Oj. Prawie. چیز میلیس یک چیز رو پرسیدن میخوام برای مرا با عائلت شناس کردن حاضر نیستی؟ حاضر نیستم اما تو به این هم از عائله ما هستی کن یعنی چی خیلی؟ با شاگردانت گفته که دختری عمکم است چی کار کنم؟ گفتن که استاد دین با این دختر زیبا در کوه بیشبانه چی کار میکنند؟ من باشم یعنی دروغ گفته نتوانستم مجبور شدم که چنین گویم تمام وای احمد من میخواهم که با تو با اسب سواری روم پدرم مرا در خوردیم با اونجا بسیار میبرد عجب با من یک جای میرویم همراهی میکنی البته میرم یعنی من سر و لباسم رو عوض کردم میایم بعداً با هم میرویم قهوه‌ات رو نوش من حاضر گشته میایم مایلش
Sevgilim saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, ninniler برای با من آمدنت minnetdor هستم. dizlerimde uyusam seni. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile رفتیم. tutmalıyım ellerini. یک طرف است حیوان. این چه خیلی گپ زنی هستا؟ خودت کی هستی؟ اما کی خودت رو حرمت کن.
دخترم از پشت این کلتک لاسی حرام شده تو را با دستان خودم به خاک سپاریدم. اگر او زنده باشد با دستان خودم او را زیر خاک میکنم. سقراط از پسی کلتکیلاس بوداست، یعنی کلتکیلاس زنده است جناب یکتا. این صورتها را پیشتر در مکانی اسب سواری گرفتم. همراهش یک دختر بود. متاسفانه او را گم کردم. اگر او را پیدا کنم با او چکار کنم آقای اکرم؟ مرا خبردار کن. میلش. میلیس جان، تو خواهی نخواهی امروز من با داماد شونده‌ام و میخورم. مادر اینجا چیکار میکنید؟ میلیس شیرینم وای خواستم که وای چقدر زیبا مینموی دخترم. تشکر زیاد. خیر. این کی باشد؟ لبای روز بخیر جنابی احمد، من تولیم مادر میلیس. سلام خانم، خوب هستید؟ رحمت، من خوبم. یکی از نزدیکانم نامزدی دارد. خواستم شما اشتراک کنید. با دوست پسری دخترم شناس شدن میخواهم من. البته خانم، من هم با شما شناس شدن میخواهم. میآیم. روز بخیر. همه‌تان را به حیرت میآورم. دامادم را بینید، دامادم را. یا خدا، کارا ببین از شد. نهایت این بگاه با خوش دامنم وا میخوریم. خوبم، خوش رویم، شناس میشویم. بالیوند بود، کی بود واخوری داشتم اما نبودش. بعد وا میخوریم. یا چه گپ است؟ اکا یک خبری گوش دارم. ما قولی سقراط رو پیدا کردم. الراستی؟ نقص. انشالله خبر درست است. اگر این بار سقراط را پراندن نتوانم، هر دوی شما را بپرانم. رفتم. اکا کانو نگور سمکی داکیسد işler gidiyorum çok iyi. الو، من به مکانی گفته‌تان آمدم. این خیلی باشه اگه پرابلم آنست درمو سری کوچه سری دستکی یک صحبت بکنه میری. چون که من این دیگان 100% نامزدی دارم. برای من فرقی ندارد. اگر کار داشته باشه دیگه وقتی دیگر هم میتوانیم واخوریم. نه حضور ما میخوریم. تا اومدن رسیدن طریق تلفن قطعا کمتر صحبت کنم. این سقراط بدبخت از شما معلوم میدین چی میخواسته باشه؟ امیرونی. با خدا من هم نفهمیدم. از من چی میخواسته باشد نفهمیدم.
شما در گذشته با همین سقراط بدبخت داد و گریفت داشتید یا نه؟ تماما، چون که پیشتر یگان بروان نخورده ایم، نمیشناسم او را. یا خدایا، خیلی باشه سقراط بدبخت برای چی شما رو دستگیر میکنه؟ یگان معنا ندارد کو؟ من هم همین رو میگویم، از من چی میخواهد نفهمیدم. کارتاکیلاس. بله، کارتاکیلاس. کارتاکیلاس. یک آدم به طرف من سلاح کشید. کارتاکیلاس دستان نگوره. چرا خاموش کردی؟ چه خیلی پلیس هستی تو؟ باید جاری دیگی، نه اینکه تلفن را خاموش کنی. این آدم مرا میپراند. استوب! 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 من پلیس لره. اگر باور نکنید این حجت پلیسی گوش که قفه مو ماشینیستون فقط تد های کن یکی تمرنگ مو بالی شرطار بودن های کن. انشالله این دیوانه دیر نمی کند. کی اکا؟ لیونتی دیوانه آخیر. سقراطی بیشرف در استانبول در همه جا آدم بود. چند بار گفتم کارتاکیلاس نیستم، باور نکرد. یا خدا، وای پلیسش به جای یاری رساندن تلفن رو خاموش. ای خدایم سردانم راست میگفت است. این کارتاکیلاس زنده است مرده است. این چه خیلی میشود؟ ای اونالی بیچاره برای چی ما باور نمیکردیم؟ ای پشت همین کارتاکیلاس اونال زنش سردان ای جای کارشان پیشش کردن برادر. ما باشیم اونالی بیچاره رو باور نکردیم. با وجدان انسانی شما پروا نکنید سردارم. من این کارتاکیلاس رو دستگیر میکنم و آبرو شما رو دوباره در امنیت برقرار میکنم. مرا لوینت میگن گازا زیر کن ولی شرپا ثواب بزرگ میگیری. از آن حادثه یگان خبر است؟ کدام حادثه بابا جان؟ آن روز سقراط گفتنی آدم وقتی که یک نفر را کشتنی بود پلیس را خبر دادی نجاتش داده بودن کو؟ چی شد به آن آدم؟ یگان خبر است؟ وای من او رو نمیشناسم بابا جان. مهم نیست، تشویش شدم برای همین پرسیدم. من رفته سیلن رو ببینم. رو البته رو. دقت به همه گروه ها تکرار میکنم. ژیگولی رنگش سرخ به طرف ساحل حرکت میکنه. در سر چنبرک باشد کارتاکیلاس نشسته است. ما او را تعقیب میکنیم. برای کمک ما یک چند ماشین دیگر را بفرستید هرچی زودتر. هم مردک تیزتر ایکون گازا بجا. اوه سردارم من اون رو باور نکردم. بیچاره رو با نزد دکتری دیوانه ها بردم. کارتاکیلاس بیشرفه. دقت باشد اون ماشین را خوب میراند. از کارتاکیلاس دور نشوید. با دقت باشد. با دقت باش برادر. از اون دور نشوید. کجا شدین گروه فرستادگی؟ از پشت کارتاکیلاس بابی اکرم از اونها رو گردان میدونه میره برادر. با فکر اکرم من نمیشناسم ولی کار تمام شد بعد خیلی صحبت کنیم. سلین دخترم ای آدم کجا شد؟ میآید مادر جان میآید. او در جای کار است. گوش کن دخترم ما ایتله برای توی تو آمده. اگر ما میفهمیدیم چونین است تمام هم نمی اومده. مادر جان بس است. ای دیوانه در کجا هستی؟ همه تو رو انتظار است. سردارم شما راست میگوید. کارتاکیلاس زنده است. پسرم تو به فاتحه دیر مونده. بی عقل دیوانه. پروا نکنی شما سردارم.
من این کرتکلاس بیشرف رو دستگیر میکنم. چی؟ کار ناتمام شما رو من تمام میکنم. آبرویتان رو از سر اینا برقرار میکنم. چی ها میگوی دیوانه؟ کدام کرتکلاس؟ ای سردارم کرتکلاس نمورده است، زنده است. ای اون الوجدان انسانی بعد چشمم دیدم که کرتکلاس زنده است. یا ژیگولی سرخ خریده پد پیش ما رفته است. سفتتر نگو بی عقلی دیوانه، بجشن دیر کردی. به فاتحت دیر کردی، به فاتحت. همه منتظر تو هستند. تو از پشت یک خیال بافته میدوی. دیوانه هستی پسرم؟ بین پدر و مادر سیلین الجش رفته ایستادن. این را بدان. شما پروا نکنید، من بیشرف رو دستگیر کرده جنایت‌های کرده‌اش از بینیش میبرونم. التباس ما رو ببخش سردارم، من شما رو دیوانه فکر میکردم. الو لیون، بعد زنگ میزنم. لیون وای در راه هست، آماده ایستاده جانم، در راه هست. از پشت این بیشرف من سردارم رو دیوانه فکر میکردم. چند بار رو به دیوانه خونه بردم، وای دیوانه نیست، ما دیوانه هستیم. آفرین، پلیس آمد، حاضر از این دیوانه خلاص کنید. سقراط سود همه با مششینه تعقیب را ادامه میدیم. غضب وجود سکنک سرشید، همون در رو که بکن پاس همون رو ندم. سوار میشم خودت جواب. سلنگ به شرمندگی است. چرا تا حال داماد نیامده است؟ تمام مادر تمام. یا خدایا. جناب احمد سلام، چه خیلی هستید؟ انتظار شدیم ناومدید؟ در راه بودم، یک کاری تعجیلی برآمد، دیر کردم ولی میآیم. تمام، بسیار خوب، با میلیس منتظریم. خوب. نامزدی به این هم بر هم میخورند، ولی من باشم با داماد شونده هم با میخورم. میلیس بسیار در هیجان هستم. چی شد مادر؟ سورپریز، کمی بعد خواهی دید. چی نقشه دارد؟ پدر جان شما با کجا میروید؟ نامزدی تمام، با دوزخ میروم. باز از من میپرسد.
چهار طرفتون قبله حاضر میآیم. نجم از سبا بالا از جایت نجم سخران اگر از جایت جون بدی 10 ثانیه پیش از عجلت میمونی. بچه قفا بیست که پناه میفهمی؟ وقتی گرفتن انتقام دامانا زیار رسید. کدام انتقام رو میگویی کنانی دیوانه؟ آدمی که زنده است از من انتقامی او رو میگیری؟ تو چی میگویی ها؟ با من سفسته نگو. ببین کالتاکیلا زنده است. کجا گم شد؟ دیوانه در کجا میگردی تو؟ ابله چرا به نامزدی اومدی؟ من کارتاکیلا رو دستگیر کردن نتوانستم. خرید او را دستگیر میکردم اما بیشرم از دستی ما گریخت. تو بیعقلی. کدام کارتاکیلا است؟ کدام کارتاکیلا است؟ سلین با اویلش رفتن. نامزدی تمام. سردارم من گفتم که کار برای من اولین درجه است. کارتاکیلا را دستگیر میکنم گفتم دستگیر میکنم. چی؟ سلین قهر کرده از اینجا برآمده رفت. سلین جان! دیوانه. لبای آقای اکرم کالتاکیلاس رو پیدا کردم. چی؟ حاضر از پسی او هستم من. گوش کن باوری داری که اوست؟ بله باوری دارم. تمام ادامه ده من میآیم. مرحمت آقای اکرم. خودم میرانم. بیتول اینجا بیا. بیتول باید به تو یک چیز رو بگویم. از پنهان کردن نمیتوانم. اکاد زنده است بیتول. چی؟ بیتول بین من مطمئنم در حقیقت زنده است. ملیسا رو از ما پنهان کرده است. زهرا جان تو چی گفتنت رو خودت میفهمی؟ بیتول جان من اکاد رو دیدم. او رو به آغوش کشیدم. اما مثل که او مرا تماما نمیشناسد از پیشم رفته چون که او از من خفه است. اما باور کو او زنده است. ملیسا رو به خاطر من از ما پنهان کرده است. زهرا در کجایی؟ چیکار کردی؟ گفتی میبینیم. در راه هم برای واخوری نزدتان آمده ایستادم. ما نمیخوریم مگر؟ چی؟ به نزد ما آمده ایستادی؟ بله مادرت کمتر پیش زنگ زده بود. واخوری آمده ایستادم. به تو نگفت مگر؟ نه احمد نیا اینجا التماس. چرا چی شده؟ احمد التماس با مکانی که دویم وا میخوردیم به لب ساحل رو من میآیم زودتر. میلیس مادرت چی؟ احمد التجا میکنم لطفاً. عشقم حیاتم من میآیم زودتر. ملیس با کجا میروی؟ آخر احمد میآید. ملیس با من عشقم گفت. عشقم میگوید. ملیس ایست احمد میآید. اینجا چی که پس من هیچ چیزش رو نمیفهمم. در این دنیا تنها تو مرا تسلی میدهی میلیس. نباشد چی کار میکردم؟
کالتکیلا، ساقی سیاه، دامولازیا، احمد شمشیر ماهیتی ندارن هنگامی که تو در برم باشی. تو در برم باشی کافیست میلیس، دیگرش مهم نیست. در کجاست؟ Ana kaltakilas در آن دوست آقای اکرم. ناممکن است. آقای اکرم من چیکار کنم؟ سلاحت را بده. تو را باور کرده به عائله‌ام قبول کردم. در حیاتم مهمترین شخص زهرا که برایم با قدر است به تو امانت دادم. به تو باور کرده بودم ولی تو حیاتم را محو کردی. باوری که به تو داشتیم محو کردی. بین حاضر باشد پیدا شدی. دیگر باره اجازت نمیدیم که مرا رنجانی. هرگز. وقتی که به اینجا می آمدم آدم های سخورا دست پسند. خدا نگه دور باشد. من در حیاتم عموما از هیچ چیز نمی ترسم. ترسیدم که تو را دوباره نمی بینم. میلیس در این دنیا تنهایم. کسی ندارم. نه گذشته و نه آینده دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. اما تو نزدم باشی خود رو تنها حس نمی کنی. چی می کنی؟ نمی ترسم. احمد نزد تو باشم دلم با هیجان می لرزد. نمیدانم چرا اما در نزد تو نمی ترسم. احمد مرا با تو بودن همیشه خوشم می آید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمی توانم. من تو را دوست می دارم. احمد وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همش رو فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با قلتکی لس شناس می کرده ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. احمد من هم تو را دوست می دارم. زیا باز تو
رو چه خیلی به من روا دیدی زیا. تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای. رئیس مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ تو رو دوست می‌دارم میگویم بسیار دوست می‌دارم.